با سلام و درود به شما عزیزان. در این ویدیو میخوایم که کتاب هزار خورشید تابان را از خالد حسینی برای شما به معرفی بگیریم. کتاب هزار خورشید تابان دومین رمان خالد حسینی است که به زبان انگلیسی نوشته شده و به 10 زبان زنده ترجمه شده است. این اثر در جنوری سال 2007 برای 3 هفته پرفروشترین رمان امریکای شمالی شد. درباره کتاب هزار خورشید تابان. کتاب هزار خورشید تابان دومین رمان خالد حسینی است. خالد حسینی بعد از رمان اولش بادبادک باز توانست موفقیت‌های زیادی به دست آورد و نامش بر سر زبان‌ها افتاد. هرچند حسینی در رمان اولش بیشتر به سراغ پدران و پسران رفته بود، در رمان هزار خورشید تابان تصمیم گرفته به سراغ مادران و دختران و دوستی های زنانه برود. او در رمان دومش زندگی زنان افغانستان و مشکلاتی را که زنان در یک جامعه مردسالار تحت لوای حکومتی افراطی مانند طالبان تجربه میکنند به خوبی نشان میدهد. این رمان نیز موفقیت‌های به دست آورده و توانسته تا 3 هفته در لیست پرفروشترین های امریکای شمالی باشد و در نقاط مختلف جهان نیز فروش بالایی را تجربه کند. خلاصه داستان. حالا میخوایم وارد خلاصه داستان شویم. دوستا برای شما میخوایم خلاصه داستان را بگویم. داستان رمان هزار خورشید تابان سرگذشت 2 زن از 2 جنس مختلف است که شرایط وخیم جامعه افغانستان آنها را به هم مرتبط می‌کند. مریم فرزند نامشروع یک تاجر است. مادر مریم در سرای تاجر خدمه بود و تاجر با وجود اینکه 3 زن داشت، مادر مریم را فریب می‌دهد. بعد از باردار شدن مادر مریم، تاجر ادعا می‌کند که توسط این زن اغفال شده و مریم و مادرش را به جای دور از خود میفرستد. همه نزدیکان مریم، حتی مادرش نیز، دائم به مریم یادآوری میکنند که او یک اشتباه است و قرار نبوده که به دنیا بیاید. مریم بعد از فوت مادرش نزد پدرش می رود، اما آنجا نیز آنچنان که باید پذیرفته نمی شود و به اجبار زن کفاش 20 سال پیرتر از خودش می شود. مردی که رفتارش محترمانه نیست و از روا داشتن کتک و تحقیر بر زنش ابایی ندارد. از اون طرف لیلا در خانواده بزرگ شده است که دائما او را به ادامه تحصیل تشویق می کنند و گویزد می کنند که افغانستان به چنان زنان محتاج است. اما از بد حادثه با شروع جنگ خانواده لیلا کشته می شود و او از معشوق جوانش که اکنون به او خبر دادن کشته شده باردار است. لیلا برای در امان ماندن از حرب‌ها و گزن‌ها راضی می شود تا زن دوم راشد و هووی مریم شود. در طول داستان شاهد تفاوت‌های مریم و لیلا هستیم که با هم اختلاف سنی دارند و جنس خانواده هایی که در آن بزرگ شده اند نیز متفاوت است. با پیشرفت داستان، رابطه خصمانه مریم و لیلا جای خود را به یک رابطه صمیمی می‌دهد و بعد از به دنیا آمدن فرزند لیلا، تلاش‌های این 2 زن برای دستیابی به زندگی بهتر در یک جامعه مردسالار نشان داده می‌شود. خالد حسینی در رمانش سعی می‌کند تا وقایع 45 ساله‌ای را که بر افغانستان گذشته بیان کند و نشان دهد که چنین حوادث چه تأثیری بر روی یک خانواده به خصوص زنان دارد. رمان در سیر خود از وقایع 1973 شروع می شود و تا 11 سپتامبر ادامه می یابد. حسینی از رویدادهای مهم چون کودتا علیه ظاهرشاه، حمله شوروی به افغانستان، مبارزه مجاهدین با دشمن، درگیری قومی قبیله‌ای کشور و تسلط طالبان به افغانستان سخن میگوید. خواندن کتاب هزار خورشید تابان را برای چه کسانی پیشنهاد میکنیم؟ علاقمندان به رمان‌هایی که دغدغه‌های اجتماعی و تاریخی را به تصویر میکشند میتوانند به خواندن این رمان تجربه جالب را کسب کنند. کسانی که در تاریخ و سرگذشت کشور افغانستان کنجکاوند
نیز می توانند گوشه هرچند کوچک از تاریخ این کشور را با چاشنی داستان و در هم آمیزی شخصیت‌های مختلف مطالعه کنند. برای آن دسته از افرادی که دغدغه حقوق زنان و کودکان دارند، خواندن این کتاب شاید راهنما و عبرت آموز باشد. نام کتاب به چه معناست؟ علاقه حسینی به ادبیات فارسی مشهود است و او نام کتابش را نیز از یکی از ابیات صاحب تبریزی وام گرفته است. صاحب کابل را شهری با هزاران خورشید رخشنده توصیف می‌کند. حساب محجبینان لب بامش کی می‌داند، 200 خورشید رو افتاده در هر پای دیوارش. درباره خالد حسینی نویسنده این کتاب. خالد حسینی زاده 4 مارس 1965 در کابل است. پدرش دیپلمات و مادرش معلم تاریخ و ادبیات فارسی بود. خانواده خالد به خاطر کار پدرش مجبور می شوند به پاریس بروند تا آنجا در سفارت افغانستان کار کنند. اما بعد از کودتای کمونیستی پدرش از مقامش عزل شد و دیگر نتوانست به افغانستان برگردند. به همین علت پدر آنها از امریکا درخواست پناهندگی سیاسی کرد و آنها ساکن کالیفرنیا شدند. خالد در ابتدا راه پزشکی را در پیش گرفت و توانست در سال 1993 مدرک پزشکی خود را بگیرد. او در سالهای 1996 تا 2004 به عنوان متخصص داخلی مشغول به کار بود. حسینی بعد از انتشار اولین رمانش در سال 2003 مقبولیت زیادی به دست آورد و کتابهایش معروف شدند، به طوری که کتاب بادبادک‌باز در بیش از 38 کشور دنیا به فروش رسید و در سال 2005 جزء 3 کتاب پرفروش امریکا شد. همچنین این کتاب توانست جایزه بوردرز اوریجینال وایس را و جایزه بهترین کتاب سال سان فرانسیسکو را برای نویسنده به ارمغان بیاورد که یک فیلم نیز با همان نام کتاب در سال 2007 بر اساس این رمان ساخته شد. کتاب و کوهستان طنین انداز شد یکی دیگر از آثار خالد حسینی است که به فارسی ترجمه شده. این رمان توانسته جایزه بوکسنس در بخش داستان‌های بزرگسالان را از آن خود کند. خالد حسینی از نظر نیویورک تایمز به عنوان مشهورترین فرد افغانستان شناخته می شود. کتاب‌های حسینی تاکنون بیش از 40 میلیون نسخه در 70 کشور جهان به فروش رفته است. همچنین او به عنوان سفیر حسن نیت در افغانستان از سوی سازمان ملل متحد انتخاب شده است. حسینی بعد از سفری که به افغانستان داشت، بنیاد خالد حسینی را پایه‌ریزی کرد. این بنیاد مشغول کمک‌های انسان دوستانه به افغانستان شد. نقد کوتاهی بر کتاب. حسینی به خوبی در رمان هزار خورشید تابان معضلات زیست زنان در جامعه ای را رسم کرده و از موارد چون عدم رعایت حقوق زنان، نگاه مطیعانه به زن، خشونت خانگی و مرد سالاری سخن به میان آورد. در یکی از دیالوگ‌های مادر مریم که خود قربانی جامعه مرد سالارانه است، در این باره به دخترش میگوید: دخترم، این حرف را از من همیشه به یاد داشته باش. مثل عقربه قطنما که همیشه به طرف شمال می ایستد، انگشت اتهام مردها هم همیشه به طرف یک زن نشانه می رود. همیشه برای هر غلطی که می کنند یک زن را مقصر می دانند. همیشه این را به یاد داشته باش مریم. بخشی از کتاب هزار خورشید تابان. ننه را در کنجی از گورستان گلدامن خواب کردند. مریم با زنها کنار بیبی جان استاده بود و ملا فیض الله لب گرد آخان و مردها جسد کفن پوش ننه را در خاک گذاشتند. سپس جلیل همراه مریم به کلبه رفت و جلوی مردم ده که همراهشان بودند برای حفظ ظاهر توجه زیادی به مریم نشان داد. خرت و پرت‌های او را جمع کرد و در یک چمدان گذاشت. کنار تخت خواب مریم که او رویش دراز کشیده بود نشست و بادش زد. پیشانی مریم را نوازش کرد و با حالت غمزده گفت: هرچی میخواهد بگوید. هرچه. همینطور گفت دوباره. مریم گفت: ملا فیض الله را میخواهم. البته. بیرون استاده. میروم سراغش. هیکل خمیده و نظار ملا فیض الله که دم در پیدا شد، مریم برای اولین بار در آن روز زد زیر گریه. آه مریم جان. ملا کنارش نشست و صورت او را لای دستهایش گرفت. گریه کن مریم جان، گریه کن، خجالت ندارد.
اما دخترم یادت باشد که قرآن چه میگوید؟ الله که آسمان در دستهای مبارک اوست، بر همه چیز تواناست. آن کس که مرگ و زندگی را از بحر آزمایش تو آفرید. قرآن صادق است دخترم. در پس هر آزمون و هر مهنتی که خداوند بر دوش ما میگذارد حکمتی نهفته است. اما مریم تسکین پیدا نکرد، نه آن روز و نه بعدها. صدای ننه مدام در گوشش طنین میانداخت: اگر بروی میمیرم. فقط توانست یک ریز گریه کند و اشکهایش را روی پوست نازک خالدار دست ملا فیض الله بریزد. جلیل هنگام سوار شدن اتومبیل خود در راه خانه کنار مریم در صندلی عقب نشست و دست روی شانه‌اش گذاشت. گفت: می توانی پیشم بمانیم مریم جان. ازشان خواستم یک اتاق برایت آماده کنند. طبقه بالاست. به نظرم ازش خوشت بیاید. از آنجا منظره باغ پیش چشم توست. مریم برای اولین بار با گوشهای ننه حرفهای او را می شنید. حالا دیگر به وضوح ریا را که زیر اطمینان دروغین و پوک نهفته بود احساس می کرد. توانست به چشمهای او نگاه کند. اتومبیل که جلو خانه جلیل استاد، راننده در را برایشان باز کرد. بدرود.